سلام، به اپیزود دوم از فیلکست خوش اومدین. تا اونجای داستان اومدیم جلو که رفیق من بهم گفت که بیا با هم دیگه بریم پارک قدم بزنیم و بعد پیشنهاد شراکتشو به من داد و منم که توی شرایطی بودم که نمیتونستم انتخاب دیگه ای داشته باشم، اونو انتخاب کردم. ولی علاوه بر این که بخوام تو اون لحظه به این فکر کنم که فرید آیا تو شرایط دیگه ای هم داری، تمام فکر من این شده بود که این یک نشونه است و تو بعد از این نشونه بهترین استفاده رو بکنی. قطعا خدا خواسته که این اتفاق بیفته، اگر نه اون شخص اصلا نه تو هیته تولید کنندگی بود، نه نجار بود، نه ساز موسیقی تولید میکرد، فقط نوازنده بود، نه به عنوان مستقل تا جای کار کرده بود. من تو لحظه به این چیزا فکر نکردم، نشونه دیدم و به خاطر اینکه این نشونه رو خیلی احساسش کردم قبولش کردم و ادامهش دادم. اومدیم تو مسیر و قرار شد که شروع کنیم به کار. خب کار از من بود و خب یه سری از جنس ها، متریال ها، یه سری از ابزارالات من از قبل داشتم. قرار شد که این دوستم یه سری وسایل و متریال اضافه بکنه، کارگاه رو تکمیل کنیم، تجهیزش کنیم و بزنیم تو دل جاده و کارو شروع کنیم. درسته که دقیقاً همه چیز اونجور که من فکر میکردم پیش نرفت. درسته که اون میزانی که من فکر میکردم الان باید متریال بیاد، سرمایه بیاد، نیومد و خب من هم هزینه بیشتری کرده بودم، هم تایم بیشتری تو کارگاه بودم و هم از اون طرفی شغل مال من بود. اما داشتم حال میکردم، حالم خوب بود، چون داشتم نشونه ها رو یکی پس از دیگری ادامه میدادم و میدیدمشون و وقتی به یه جایی میرسیدم میگفتم واو، این همون جایی که من میخواستم. درسته که شرایط خیلی واسم سخت شد، چون چیز دیگه ای فکر میکردم اما چیز دیگه ای شد. فکر میکردم که خب با این شروع شراکته من میتونم تایم آزاد تری داشته باشم، به تدریسم بیشتر برسم، میتونم ایده های جدید و خفن خودم رو روز به روز انجامش بدم. ولی خب این نشد، درگیری های من بیشتر بود، چون اون دوست من دانشجو بود. یا فکر میکردم ابزارالات خیلی بیشتری میتونیم بخریم، ولی خب نتونستیم و من بیشتر داشتم هزینه‌اش میکردم. اما میدونین تو لحظه به چی داشتم فکر میکردم و داشتم حسش میکردم؟ حس من اون لحظه چی بود؟ اینکه همین جایی که الان قرار دارم از اون زیر زمینه خیلی بالاتره. اینجا که قرار داشتم کجا بود؟ یه کارگاه 60-70 متری با یه بالکن، یه اتاق رنگ واسش ساخته بودیم، دیوارا سرامیک، کف سنگ، خیلی خوشگل بود. کارگاه بود و من اینو نداشتم. من تو زیر زمین خونه داشتم کار می‌کردم. وانت قشنگ میومد پشت در، میتونستی جنسا بار بزنی بره، نمیخواست از پله های زیر زمین حواست باشه خش نیفته بعد بیای تازه تو ساخت کلی راه بری تا بره. خیلی محسنات داشت دیگه. من داشتم اینو میدیدم، واسه همین حالم خوب بود، به فکر از اینکه حالا سهم شراکتم چقدر پایین‌تره، چه میدونم چقدر بیشتر تو کارگاه دارم کار میکنم، چقدر من بیشتر خسته میشم، به اینا فکر نمیکردم، هرچند میدونستم اینا وجود داره. خیلی وقتا ما نیازه که بدونیم حقیقت چیه و بپذیریم و حالمون خوب باشه. نیازه خودمون رو گول بزنیم توی شرایط بد بگیم همین خوبه، همین من راضیم. نه، این میشه گول زدن، این میشه مثل کپک آدم سرشو بکنه زیر برف. واسه من قشنگی این بود که میدونستم من بیشتر دارم تلاش میکنم، هدف ها مال منه، اسم برند مال منه، پول بیشتری رو من آوردم توی کار. ولی با وجود این هایی که میدونم، دستاوردهای دیگه ای در کنارش دارم که راضیم، میپذیرم، حالم خوبه و این حال خوب کمک میکنه که هی من اون چیزایی که دارم رو بیشتر ببینم و اون چیزایی که بیشتر میبینم به من کمک کنن تا حالم بهتر بشه و پله پله حال خودم رو خوب کنم. همیشه به رفیقام میگم همون لوپ باطلی هست که میافتیم توشا، حالم بده، از حال بدم حالم بدتر میشه و اینجا حالم بدتر شد دوباره حالم بد میشه. برعکسش هم هست. حالا من یه اسم واسش گذاشتم لوپ صالح. شاید اسمش خنده دار باشه ولی من بهش میگم دیگه این اصلاح هست، این صحیح بودن هست، داره درست میره جلو. میدونی هی حالت خوبه، از حال خوبت بهتر میشه. مثل کسی که هست پول داره، از پولدار بودنش دوباره پول در میاره. خوبه که آدم این حال رو واسه خودش
بخره، به وجودش بیاره. و من این درس رو تو لحظه گرفتم و این احساس رو تو لحظه کردم که آقا جون نیازی نیست خودتو گول بزنی و بگی که یک اتفاقی باید حتما خفن باشه تا من احساس خفن بودن و خوب بودن به هم دست بده. نه، اصلا نیست. اصلا تو دنیا من فکر نمی کنم همه چیز با هم جمع بشه. واسه من که به شخص این اتفاق نیافتاده که بگم یه لحظه بوده که همه چیز توش بی‌نظیر بوده، پرفکت بوده، همه این نمراتش 20 بوده. نه آقا، از 10 تا نمره 7 تاش 20 بوده، 2 تاش 18 بوده، یکیش هم 10 بوده. این شده دیگه پرفکت من. فکر نمی کنم واسه هیچ کسی وجود داشته باشه همچین داستانی، یا اگر هم وجود داشته دمش گرم. خلاصه ماجرا این که من از این داستان درس گرفتم. گفتم فرید، تو توی نقطه قرار داری که از نقطه قبلیت بالاتره. نیاز به غر زدن نیست. و غر نزدم، غر تعطیل. وایسادیم سر کار و شروع کردیم به هدفمون رو یکی کردم. شروع کردیم با هم حرف زدن، خط فکری مشخص بشه، مشتری ها مشخص بشه، من کار رو یاد بدم به دوستم، از طرفی اخلاقیات مشتری هامون رو دربارش صحبت کنم که این تو این حوزه اینجوری دوست دارم باشون رفتار بشه، اینطوری دوست دارم ازشون حساب بگیریم، پولا رو بگیریم، چه کارو بگیریم و همه این داستان های مدتی طول کشید و شروع کردیم به کار کردن. خب از طرف این حال خوب من کمک کرد. من داشتم اون موقع تو ماه 4 تا یا 6 تا تولید میکردم. بعد از شراکتم این تعداد رسید به 20 تا دونه. اگر فقط بخوایم به این فکر بکنیم که 2 نفر اومدن تو کارا هزینه بیشتری میشه، خب منطقیش اینه که من اگه 6 تا تولید میکردم 12 تا تولید بکنم دیگه. ولی شده بود 20 تا. من داشتم اینا میدیدم. نمیگفتم خب حالا من بیشتر دارم کار میکنم، دارم کمتر سود میبرم نسبت به شریکم، همه چیز مساوی 50-50 از برداشتش بود حالا از دریافتش پایین بالا. و این داشت به من کمک میکرد که هر روز سرزنده تر بشم، هر روز حالم بهتر باشه. فکر نکنم دارم کار خاص و خفنی میکنم که بعد از این احساس سرخورده بشم. رفقا این چیزی که خیلی وقت احساسش کردم، خیلی وقت خودمون به خودمون یه حقی رو میدیم و فکر میکنیم داریم کار خاصی انجام میدیم، در صورتی که اینطوری شاید نباشه. شاید تو فقط داری روتین زندگی تو میبری جلو. این داستان باعث میشه که تو هر روز حالت بد بشه. من به شخص هر روز از این داستان حالم بد بشه. همش فکر بکنم که من دارم سواری میدم، من دارم بیش از اندازه کار میکنم، من بیش از توانم، به من خیلی ظلم شده، خیلی سختی ها رو دارم تحمل میکنم. نه رفیق من، نه دوست من، نه فرید، اینطوری نیست. همه آدمای دنیا سختی هایی دارن و آسونی هایی هم دارن. اون آدمی که هست میبینی تو سوشال میدیا میگه من همه چیم اوکیه، خب اون واسه 30 ثانیه آره اوکیه همه چیز، ولی زندگی اونم چالش داره. اون پرنسس و اون ملکه و اون پادشاهی هم که حتی تو رمان نوشته و توی فیلم ها میبینیم، اون هم مشکلات خاص خودشو داره. همه ما پر از مشکلاتیم، در کنارش پر از حالای خوب و حسای خوبی هستیم. این اصلا نمیشه این انتظار رو داشته باشیم که همه چیز خوبه. و گاهن پیش میاد که ما آدما حالمون، دلمون بیشتر از حد واسه حالمون میسوزه. من همیشه وقتی این اتفاق واسه خودم میفته به خودم میگم فرید بسه، انقدر دل سوزی نکن. و تو اون حال که میریم هی اوج میگیری یا بعد از وقت به خودت بگی عزیزم اوج نگیر، چون میشه دیگه هی میگی که من دارم چیکار میکنم، سواری میدم، من دارم خیلی تلاش میکنم، من چرا پس دنیا بهم نمیده، چرا رفیقم درکم نمیکنه، چرا همسرم پارتنرم منو درکم نمیکنه، و میگفتی توی حالی که هر روز حالت بدتر و نمیتونی به زندگی برسی. اینجا باید ترمز دستی بکشیم و فکر کنیم که آقا همه مشکل دارن، مشکل تو خاص تر از بقیه نیست، به اندازه خودش خاصه. دلمون بیش از اندازه واسه خودمون نسوزه تا بتونیم به بهترین شکل اون لحظه کارمون انجام بدیم. خلاصه داستان این که ما رفتیم جلوتر، شراکت داشت شکل میگرفت و داشت پیشرفت میکرد. خدا رو شکر یکیمون شد 2 تا، 2 تامون شد 3 تا، بیشتر ما رو شناختن توی ایران، توی اصفهان مشتری هامون هی بیشتر شد. اون کارگاه رو بزرگترش کردیم، مجبور شدیم از اونجا بلند شیم. صاحب کارگاه میخواستش، اومدیم توی کارگاهی که الان من توش هستم که دم مالکش هم گرم، خیلی آدم حسابیه. شروع کردیم به کار کردن. رسید دوران دانشگاه رفیقم و دوران پایان نامه و امتحانات و تایم خیلی کمی رو میتونست توی کارگاه باشه
من دانشگاه نرفتم، یعنی 2 ترم رفتم عکاسی و معماری، ولی خب بند نشدن دیگه. اصلا 4 جلسه کلاس هم من نرفتم سر کلاس بخوام درس بخوام، چون شغل داشتم، کار داشتم، هدف داشتم. اصلا میرفتم دانشگاه چی بهم یاد بده؟ چیزی که نمیخوام کار بکنم. واسه همه ادامهش ندادم. ولی رفیقم داشت دانشگاه کار میکرد و کلی زحمت کشیده بود، باید حتما پایان نامه و امتحانش به بهترین شکل انجام میداد. افتادیم توی قضیه‌ای که گفت من نمیتونم الان بیام سر کار. گفتم باشه داداش، اصلا سفارشی هم نداریم، زمستون خبری نیست. من این حرفو زدم، قطع کردم. یکی از مشتریایی که مثلا 2 سال به ما سفارش نداده بود زنگ زد، گفت آقا ردانی 47 دونه ساز میخوام. خب 47 تا ساز با نیرویی که وجود نداره، من یک نفره، با متریالی که وجود نداره، با حسابی که هنوز پولی دریافت نکردیم، چطوری؟ من دست رد نزدم به سینش، گفتم برات درستش میکنم. قطع کردم، زنگ زدم به رفیقم، داداش همچین قضیه‌ایه. چی؟ گفت نه ولش کن، کنسلش کن. گفتم من میرسونمش، تو برس به کارات. نشونه داره اینجا، خودشو به من نشون داد. رفیقی که رفیق چندین سالم بود، به خاطر دانشجوی اصفهان بود، اصفهان خونه داشت، ولی چون دانشگاهش تموم شده بود دیگه رفته بود از اصفهان، اومده بود واسه سری کارای حساب کتاب با دانشگاه، حالا گرفتن مدارک و این صحبتاش. زنگ زد گفت من اومدم اصفهان و خوابگاهم و خونه که از دوستامم و بیام و ببینیم همدیگه رو. منم از دقیقاً همون موقعیت شده رفتم پیشش، با هم رفتیم بیرون. گفتم که چی کار میخوای بکنی؟ گفت نمیدونم به خدا، حالا یه سری کارم دارم خودم باید انجام بدم، از طرفی خب یه چند ماه شاید اینجا مجبور بشم بمونم. گفتم داداش میای بریم کارگاه ما صبح تا شب، من با تو کار بکنم، تو واسه ما کار بکنی، شب تا صبح هم من وایسم واسه کار تو؟ گفت آره، چی از این بهتر. گفتم خب بریم داداش، حالا شرایط سخته ولی اوکیه. شرایطم واقعا سخت بودا، چون اینجایی که الان هستیم شهرک شده، شهرک صنعتی طور شده، ولی قبلا مثل بیابون بود عملا. و کارگاه ما هم دیوار نداشت. دیواره به کوچه چرا، ولی خودش دیوار نداشت، پلاستیک کشیده بودیم یه طرف و تا کارگاه تازه مالک ساخته بود، هنوز در دیوار نگذاشته بود، با پلاستیک بود. فکر کنید برج 9 10 11 تو اوج سرما با پلاستیک، شب اینجا بخوابیم با جیب خالی. دوتامون هم همینطور بودیم. ولی این بهترین دوره زندگی من همیشه واسه رفیقم تعریف میکنم. اصلا اون دوره طلایی شد، چون کلی درس یاد گرفتیم. اول که خیلی هم فکرم اون رفیقم و خیلی وقتا با هم دیگه درباره مسائل صحبت میکنیم ساعت ها و به نتیجه خوب میرسیم و همتون میدونی که یه رفیق خوبه با حال داشتن چقدر خوبه. خدا رو شکر که من چند تا از این رفیقا دارم و همین که کار میکردیم تو کار کلی چیز داشتیم تو اون دوره و بره یاد میگرفتیم. خلاصه اومدیم اینجا، منم موتور داشتم اون زمان، موتور داشتم و هوام خیلی سرده، حتی آب شرب خوردنی هم اینجا نداره، آبش آب چاهه. اومدیم و وایسادیم به کار کردن. صبح نون خشک پنیر، ظهر نون خشک پنیر، شبم نون خشک پنیر. ولی میدونین چیه؟ چون مطمئن بودیم از کاری که داریم میکنیم، چون حالمون خوب بود، چون داشتیم نشونه ها رو دنبال میکردیم. صبح انگار داشتی نون نوتلا میخوردی، ظهر انگار داشتی چلو کباب میخوردی، شبم مرسب پلو. خسته نمیشدیم از اینکه ما 3 ماه کامل نون خشک و پنیر خوردیم. بعضی وقتا پنیر نخریدیم، نون خشک فقط خوردیم و باعث پیشرفت شد. البته واسه ما پیشرفت اول درونی بعد مالی. خلاصه داستان این که تو اون دوره ما شرایط سختی توی این کار رو گذروندیم، تونستیم ولی انجام بدیم. من سفارش ها رو رسوندم. اون شریک من بعضی وقتا توی تایم‌های آزادش وقت میکرد میومد کمکمون. خب انتظاری ازش هم وجود نداشت که بخواد بیاد دیگه، با هم صحبت کرده بودیم. گذشت و اون سفارش ها رو ما رسوندیم و از کیفیت هم خوب شد. حالا چالش های زیادی داشتیم، جنس متریالی که مثلا رنگی که گرفتیم خوب نبود، رنگی رو مجبور شدیم دوباره از صفر همه رو بتراشیم فلان بهمان. ولی سر تاریخی که بهش قول داده بودیم رسوندیم و اون موقع این تعداد تولیدی که ما داشتیم واسه 2 نفر یه چیز فوق العاده بود که یه نفرش اصلا شغلش این نبود، کارش این نبود. فوق لیسانس یه رشته دیگه ای بود که اصلا ربطی نداشت به کار کارگاهی، ولی دوست داشت فقط و انجامش داد. اونم داشت یه نشونه میدید، چون اون هم از طرف دیگه توی یه شرایطی بود که پیشنهاد من واسش نشونه شد. پرانتز دوباره بریم سراغ احساس، همون فیلکست خودمون. خیلی وقتا ما مکمل همیم، اصلا نمیدونیم، ولی قرار همدیگه رو کامل کنیم.
این پیشنهاد من شاید توی وهله اول صرفاً واسه من سود باشه، ولی در وهله دوم واسه طرف مقابلم هم سود بود. شاید چند ماه بعد متوجه شد. اینه نمیگم که بخوام بگم ما همیشه باید به سود خودمون فکر بکنیم نه، اصلا حرفم این نیست. حرفم اینه که وقتی یک نشونه اتفاق میفته که شما میفهمید اون یک نشونه است، میفهمید یک راهی داره بهتون نشون میده، حتی اگر ابتدای اون راه با سختی باشه انجامش باید بدیم، چون جوابشو ممکنه که مدتی بعدش بفهمیم. همونطور که زمانی که ما داشتیم کار میکردیم سرما خوردن توی این فضا، رفت آمده سخت و نبوده حتی آب خوردنی یا خیلی معذرت میخوام نتونستن واسه دوش گرفتن و همه اینها بود تو اون دوره، ولی وقتی که این دوره تموم شد یه شکوفایی اتفاق افتاد. این حرف کلیشه‌ای که همیشه هممون میزنیم و شنیدیم که بعد از زمستون بهاره، واقعا بعد از زمستون بهاره، یادمون میره. الان که من دارم این اپیزودو پر میکنم یه شب دو شب قبل از عید 1404 هست و دارم میبینم منی که وقتی تو سرمای همین امسال گفتم این زمستون تمومی نداره، الان توی لحظه نشستم که زمستونش تموم شده. تو خود شرایط همیشه خود شرایط واسمون سخت تره، نمیبینیم بیرون اونو. وقتی دورمون رو مه گرفته نمیتونیم ببینیم که شاید 10 متر جلوتر این مه کامل از بین بره. فقط داریم میگیم تمام دنیا رو مه گرفته و هممون اینطوری هستیم. خوبه که تو اون لحظه که مه گرفته فقط اعتماد بکنیم، فقط توکل بکنیم، فقط سعی کنیم حال خودمون رو خوب نگه داریم. رفقا حرف من اصلا این نیست که تو اون لحظه خودمون رو گول بزنیم و وقتی مه گرفته دورمون رو بگیم همه چی خوبه. نه، همه چیز خوب نیست. خیلی وقتا شاید خیلی وقت اصلا هیچ چیز خوب نباشه. واسه من به شخص خیلی اتفاق افتاده توی دوره های از زندگیم هیچ چیز خوب نبوده، ولی توکلمو از دست ندادم. به جاش توی دوره هایی بوده که همه چیز خوب بوده، هیچ نقصی نبوده. هیچ نقص نسبیه، شرایط مالیم، شرایط رابطم، شرایط دوستام، ولی توکلم کم شده بود و حالم خوب نبود. هر روز تشنه یه اتفاق جدید، هر روز منتظر این که خدا چی شد و دنبال یه نشونه خفن بودم، یه چیز خاص. میدونی این چیز خاصه چی بود؟ همون اینکه 2 متر بری بالاتر برسی به اون جنگل سبز تر، آب بیشتر. در صورتی که نشونه واسه من همون لحظه بود، همون جا بود که رسیده بودم. خیلی وقتا این اتفاق واسمون میفته، خیلی من اینو احساسش کردم توی اون سختی ها، چون توکل داشتم. این توکل چیز شخصی ها، مربوط به دین آیین خاصی نیست. توکل به خدای خودم، انرژی خودم، توکل به خودم که جزئی از خدام هستم و تونستم اون شرایطا از سر بگذرونم. میریم سراغ داستان اینطوری شد که بعد از این سفارش ها رو رسوندن و این که اون طرفی که خیلی هم آدم کله گنده‌ای بود یه حساب دیگه ای رو ما باز کرد، عید شد و برج 1 شد و برج 2 خب انتظار از ما رفته و بالا دیگه، انتظارش هم ما بیشتر بسازیم. خب شریکم هم وقتش آزادتر بود، بیشتر تو کارگاه بودیم، دیدیم نمیرسیم. باز دوباره ترم تابستون شروع شد و نمیرسیدیم به کار کردن. یه روز همینطوری که داشتم کار میکردم خسته شدم دیگه، واقعا کلافه بودم، گذاشتم کارا زمین، پا شدم رفتم سر کوچه توی یکی از مغازه‌های همسایه ها تراشکاری بود که وایسم آقا حرف بزنم و فقط حالا طرف 40 سال از من بزرگتر، وایسم هم تو حرف بزنم تایمم بگذره. خاص بریده بودم، گفتم آقا اینطوری شده نمیرسم فلانم بهمانم، یه ذره قور داشتم دیگه، داشتم قور میزدم. بعد کارگر بیار، شروع کردم بهونه درست کردن. کارگر چی میخواد چی نمیخواد، مراقبت میخواد، اینو میخواد اونو میخواد، من ندارم، شرایطش ندارم، پولش ندارم. یه 2 تا بچه رد شد، گفت بیا 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 اینجا، شما کار نمیخواین؟ گفت چرا، ما اومده بودیم تو این کوچه واسه کار، دنبال کار امروز میگشتیم. گفت بیا برو مغازه این کارگاه این کار کن. اینجوریه واقعا، این شکلی کارگر پیدا کردن این شکلی نبود که میرفتی درخواست میدادی و اداره کار و فلان. اون نه آقا اینا خوبن دیگه.
اومدن اینجا کار رو دیدن و فرداش بزرگترشون اومد و شروع کردیم صحبت کردن. خب اتباع بودن، افغانی بودن، مدارک ازشون خواستم، پاسپورت ها خواستم، میدونستم اینا بعد ممکنه واسم درد سرساز بشه. همه چیشون رو چک کردم، نه قانونی توی ایرانن و اصلا ایران به دنیا آمده بودن، ایرانی حرف میزدن، قیافه هاشون مثل ایرانیا بودن، خیلی هم خوشگل و چش رنگی آبی، قد خوب و برای کار ما که هنری بود خیلی خوب بود این قضیه. خلاصه آقا یه وقت جسارت نشه کسی چش رنگی نداره، من واقعا روی منظور خاصی نگفتم، منظورم بود که توی ویترین کارمون که مشتری می اومد کارگاه هم یک داستان خوبی را در کنارش داشتم بهش فکر می‌کردم که میتونه اتفاق بیفته. خب سن بچه‌م هم کم بود، 12-13 سالشون بود و شروع کردیم به کار کردن. فردا شریکم هم اومده باشون صحبت کردیم، آقا اینجوریه، این شکلیه، ما نمیخوایم به درستون ضربه بخوره، ما میخوایم که شما حتما درس رو ادامه بدین، کار ما کار هنریه. باباشون درباره حقوق حرف زدیم، درباره خیلی مسائل حرف زدیم، به خاطر اون رفتیم دوربین گذاشتیم که بتونیم چک بکنیم کسی نیاد اذیتشون نکنن و داستان‌های امنیتی و داستان‌های اینکه حفاظت کنیم بالاخره بچه مردم مثل بچه‌های خودم. اینا بهتون بگم از اون داستان 10 سال تقریبا میگذره و اونها با وجود اینکه الان دیگه پیش من کار نمی‌کنن مثل بچه‌هام هستن. اومدن یه شد یه نشونه، آقا اینکه من خسته کوفته بریدم رفتم دارم قر میزنم، خدا 2 نفر رو میذاره جلوی راه من و بعد اینا میان توی کارگاه و شروع میشه به کار کردن و از کارشون راضی هستیم و آدمای حلال خوری هستن و چش دل سیرن، دزدی نمیکنن، همه اینایی که یه تولید کننده میدونه دارم چی میگم، خیلی اتفاق خفنیه. میدونین یعنی الان تمام فامیل من اون بچه‌ها رو میشناسن و میگن اینا مثل بچه‌هات میمونن، واقعا هم همینطور بود. خلاصه اومدن شروع کردیم به کار کردن و در کنار کار ما هم درساشون رو باشون کار میکردیم که مثلا این نمره بیشتری بگیرن، هم موسیقی باشون کار میکردیم. من تنبک یادشون میدادم و کاخون، شریکم فلوت ریکورد یادشون میداد و گیتار. در کنارش من زبان انگلیسیم خوب نیست ولی شریکم بهشون زبانم یاد میداد که از اون جامعه که حالا اطرافشون هستن یکم بکنن نظر فرهنگشون ارتقا پیدا بکنه. سعی کردیم این کار رو انجام بدیم حداقل. بگذریم از این داستان، اومدیم شروع به کار. رفقا انگار برکت بودن واسه ما، یعنی قشنگ تو اون لحظه برکت رو داشتیم احساس میکردیم. سفارش ها بیشتر شد، کیفیتمون قطعا بالاتر رفت، ذهنمون آزادتر شد، نظم کارگاهمون درست شد. اصلا یه اتفاق خیلی ویژه افتاد. یعنی میدونی تا قبلش یه کارگاه بود، بعدش شد یک شرکت، شد یک کمپانی، شد یه تولیدیه درست درمون که یه پله بود. این هم یک پله دیگه ای بود که از نشونه بود و من این نشونه را همیشه به فال نیک میگیرم تو زندگی. داستان ادامه داره. همین داستانی که من یه روز خوبش احساس کردم و دارم با شما حرف زنم، توی اپیزودهای بعدی دربارش صحبت کنیم، بعدش رو هم احساس کردم یعنی همینایی که واسه من بودن سود 100 شدن ضرر 100. این اتفاق همیشه تو زندگیمون هست ولی امروز که دارم باهاتون حرف میزنم دارم با رضایت حرف میزنم که همه اتفاقاتی که واسه ما میفته بالا داره پایین داره. اصلا هدف از گرفتن این پادکست همینه که احساسمون رو بیایم بیان کنه. احساس بالا بودن رو داریم، احساس پایین بودن هم داریم و هر احساس دیگه خوبش هست بدش هم هست. توی اپیزود بعدی میخوام داستان رو بیشتر ببرم جلو و در عین حال بیشتر درباره احساس ما حرف بزنیم. رفقا میدونی که اول کاره و این دومین قسمت از فیلکست هست. امیدوارم که دوست داشته باشین، نظرتون رو حتما به من بگین، ازتون قطعا یاد میگیرم، درس میگیرم. خیلی مخلصیم.